در الیواقیت چیزایی را جمع کرده از این مردم ها که فلانی پیر اینطوری زنا میکرد، فلانی پیر نماز ترک میکرد، فلانی اینطور میکرد. خب باز هم اولیا برش میگن و ما با چشم خود دیدیم. ایرا مولوی صاحب این بسیار بسیار ولی بزرگ است. من گفتم چرا ولی بزرگ است؟ گفتی دمی کوها می برفا میگشت، یک سگ داشت و نمو جدمو زیر چنار زندگی میکرد. از پیشی سوال کردم که خب در برف گشتن در زمستان این ولایت است؟ اگر این ولایت باشه گرگا خیلی والی هستند و مست میشه وقتی که برف زده میشه. نه این قدر عمر هیچ. خود دیگه چی کار میکرد؟ تو تا میشود در دکان که برادرش هر چیز میگرفت، کس دیگه چیز گفته نمیکنه. خب این دوز این کیسه بود مالی مردم بی اجازت همونطور برده برو. دو سوم کدام جمعه را خواندن؟ نه. نمازش دیده؟ نه. خب کالایش چی رقم بود؟ ولی ایش پیشایش یک درو میریخت. خب عجیب است. افسق الناس پیر صاحب دخترها را کمر بسته میکنه، دیگه وقت اولادش میشه. خیرت خواست یه از کجا پیدا شد؟ این خود کمرش بسته شده بود. در فیسبوک ها دیده او زنی که در مزار فریاد میزنه، در خبرنگار فریاد میزنه که دیده بود عملا. و کسی را که او را ها صاحب میگفتن اینه رژیسیا، اینه عبا و قبایش که میدیدی اونه عکسش در فیسبوک ها تیت شد. او را چی میکنی؟ در فیسبوک ها در پنجاب در طرف ملتان او که مویایش بگوی یک ریسمان است، لچ خو کده زنا برش میه که اینجا دست بزن به طعام کی برکتی شود، اما عورتش معلوم میشه. این بدبختی، این حماقت. این دو چیز وجه گفت. ما سوم وجه میگم اینا بگویم والذی اعتقد فی صالح والذی لا یعصی. او کسی که اعتقاد در مورد شخص صالح داره یا کسی که نافرمانی نمیکنه، مثل الخشب والحجر، مثل سنگ و چوب، احوان خیلی سبک است شرک از مما یعتقد، از او کسی که عقیده داره فی من یشاهد فسقه و فساده و یشهد به، از او کسی که او را به امر الله شریک میدانه که فسقش به چشم سر میبینه، فجورش به چشم سر میبینه، خودش از پیش شکایت میکنه، میره چرغوک از اونجا شروع میشه، مسجد در پالویش است در جماعت نه پیر صاحب نه خیرت است، ولو نمازهای خدا در کعبه میخوانه. چی رقم میره در کعبه؟ سر دیوال سوار میشه. کدام دیوال؟ دیوالی که خانه خدا؟ کدام دیوال سوار میشه؟ این بدبختی قدر بخیل است که یک دیوال حرکت داده میتونه همین مریدا را خود ببر، یک نمازیش یک نماز اینجا تبدیل شد. الله اکبر نماز نیست. عجیب است. قتل زنا یک جای است، خنده میکنه، مذاق میکنه، شوا تیر میکنه، چطور گم است؟ ولا و نفس کشته، نفس آلی و هیچ تکلیف سرش نیست. خود چرا روزه نمیگیره؟ الله گفته که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. آلی یقین از وا ثابت شده، بسیار از وا دیگه عبادت نیست. دمی جدمی کابل ترانی گپا نیست. سوم مجرمه میگم که شرکی اهل زمانه ما از وا کده خیلی سخت است. سریع او مردم که یک نوع اشتباه می آمد. چه رقم یک نوع اشتباه می آمد؟ عیسی علیه السلام مرده را زنده میکرد، شکل پرنده را جور میکرد، بعد از او میدمید، به اذن الله چی میشد؟ پرنده واقعی میشد، بدن حرکت میکرد. یک نوع اشتباه خو سریع از او مردم می آید. اگرچه عیسی علیه السلام همونطور نکرده، به اذن الله به مردم بیان میکرد که به حکم کی میشه؟ الله سبحانه و تعالی میشه. خب بازم لیکن امروز که تو کسی را عبادت میکنی چرا از دستش دیدی؟ مریدا را شانده، گوسفند، بز، بگه دیگه ترپی، گو، بوره، چای، چاکلیت بیرون استاد هستند. کسی پندکی را بگیره، پندکی را کس میگیره که نامش هم چیز است. خورجین آورد است که خورجین رفته اوجا. پیر صاحب میگه چرا خدا تکلیف کشیدی خورجین آوردی؟ گوسفند آورد، گوسفند بالا مرید قطش رفته رئیسته. به اون مردکه میگه چرا تکلیف کشیدی؟ گوسفند آوردی. این مردکه ایران است که ختمه ایره در کجا دید؟ خبر نداره که تزویر است، چل است.
گپاس کاراست که هیچ پرسان نکو. و من برای تو گفتم که جنیات خوی خدمتها را برش میکنن. تو یک دفعه ازی سوال که پیغمبر را میشناسه نه؟ از سنت رسول الله بری مریدان را سوال کردی 20 سال ده چی خانقاه تیر کرده، اگر یک دعای صحیح سنت پیغمبر اسلام یاد باش به من اعدام کنی. 20 سال خودی پیره من پرسان میکنم از چند دانه دعا متعدد پرسان میکنم، اگر جواب داده تا نیست میگم بیشتر. ولایت از کجا پیدا کرد؟